دوری پسر از آغوش پدر و مادر و دوری پدر مادر از پسر که بیشتر از 4 ماه می شود از طرف افراد مسلح اختطاف شده، ولی تا حال سرنوشت آن معلوم نیست. پدر عبدالرؤف می گوید از دولت در بین 4 ماه گذشته هیچ اقدامی نداشتند و مخالفین دولت تا حال 11 نفر در پیوند به ربوده شدن عبدالرؤف دستگیر کرده بودند و چند نفر دیگر هم در نزدیکی دستگیر کردند. حکومت همی گپ میزنه، ما در کوشش خود هستیم، در تب تلاش خود هستیم، اما نتیجه 1% هم نیست. نتیجه بر ما نمیشه. طالبا در این روزا ما را خواستن که یک بار بیا، گفتن تا هنوز یک در صحت ما خوب نیست، انشالله یک در صحت ما خوب شد پیشان میریم. ما میریم انشالله در این سال 5 روز انشالله پیشان میریم، هم دیدارم میکنیم و کسایی را که نو گرفتن اونا را هم میبینیم. 11 نفر قبلا گرفته بود، 3-4 نفر دیگر هم نو گرفتن. دیگه چی تحقیقات از اونا چی هست چی نیست اونا را هم رفتن ما میبینیم. حاجی محمد انور رحیمی میگوید صدای خود را به حاکمین دولت رسانده اند، ولی دولت به آنها گوش نداده است و میگوید اختطافگران و حامی آنها معلوم شده، ولی تا حال حاکمین دولت آنها را افشا نکردند و اگر دولت افشا نکند این معترضین هم آن اختطافگران را افشا خواهند کرد. ولی نتایجی که معترضین به دست آوردند از طرف مخالفین دولت بوده است. ما کلگی معلومات خود اما دقیقه به دقیقه ثانیه به ثانیه با دولت شریک ساختیم، اما دولت مردانی که گوش شنوا ندارد او گوش تعلق به ما ندارد. ما در گوش دولت تا رئیس جمهور رساندیم، اما رئیس جمهور هم گوش شنوا نداره. تو نمیفهمیم که در اطرافیای رئیس جمهور ای چه رقم پوت میشه یا اطرافیای رئیس جمهور چرا این گپ پوت میکنه. این مسئله را باید خود رئیس جمهور جواب بده. واضح است، این بر کلگی هم واضح است، بر شما واضح، بر ما واضح است، این گپا کلگیش واضح است که اختطافچی ما کی است. اما نام از این را کل چیزا باید دولت از دهن خود بکشه که دولت مردان باید بگوید که اینمی آدم اینمی کار کرده بود. اگر دولت هم این کار نگوید، ریاست امنیت یا سخنگوی رئیس جمهور همی گپ نگویه، بعد از او چند وقت بعد حتما کلگیشه از یک طرف نامگیری کرده میتونیم و نامگیری هم میکنیم از جوات. امیق نتایجی که تا هنوز ما به دست آوردیم ای از دست طالبا آوردیم، از طرف طالبا آوردیم که در طرف طالبا 2-3 نفر اونجا خیط است، اما 2-3 نفر واضح میگه که ما این قشو نگاه کردیم، ما اینجا نگاه کردیم، ما اینی کار کردیم. حتی امی قدر میگه که امی دخانی یکی به نام امیر میگم به نام ملک یک شو بردن، امو ملک نام میگه که ما این بچه گوش نبوده 2 دانه کیله دادم میگه. تا می قدر که بفهمیم در دولت بگوییم این دولت گوش شنوا نداشته باشه، قصور به دولت است. از این به بعد اگر سبا تصمیم هر چی که گرفتن بر علیه دولت ما اقدام بکنیم، مسئولیتش به سر دولت می باشه نه به سر ما. در همین حال مادر عبدالرؤف طی مصاحبه میگوید که فرزندم آرزو داشت در آینده پیلوت شود، اما فعلا ربوده شدن فرزندش امیدهای وی را هر لحظه در ذهنش به یاد می آورد. ما تعمی امید داشتیم که تحصیل خود ادامه بده و تحصیل خود پایان بده و خودش آمی آرزو رو داشت که ما بخیر تحصیل به آخر برسانم و پیلوت شام بخیر. از سوی دیگر مادر این کودک ربوده شده از امید برگشت فرزندش چنین میگوید: انشالله آمین. ما از خداوندم امید داریم و آمدن رؤوف جانم 100% امید داریم که انشالله صحیح سلامت پس دوباره با آغوش ما بیایه و بخیر به صحیح سلامتی تحصیل خود ادامه بده و به مقصد مراد خود برسه. با تمام ارگان ها همی پیام است، خاص به رئیس جمهور ما، به معاون صاحب اول، به اینا پیام می است دیگه. همین وعده میتن هر بار که بر ما وعده میتن، اما وعده هاشون دروغی است. حالا خدا را حاضر ببینن، خدا را در بالا ببینن دیگه، وعده های دروغی خود دست بکشن، اینا حقیقت دست به کار شون و به وعده های حقیقت خود عمل کنن.